سلام به شما. امروز میخوایم با هم یه سفری بریم به پشت صحنه دنیای کسب و کار. میخوایم در مورد قوانین نانوشته حرف بزنیم که اغلب موفقیت‌های بزرگ و شکست‌های عجیب پشتشون پنهان شده. ما برای این کار کلی منبع معتبر رو زیر و رو کردیم تا بفهمیم واقعاً چه چیزی باعث میشه یک کسب و کار موفق بشه و یکی دیگه نه. البته قبل از اینکه شیرجه بزنیم تو این دنیای جذاب، باید یه تشکر خیلی ویژه بکنم از احسان عابدی که زحمت کشید و تحقیقات این برنامه رو جمع‌آوری کرد. این محتوا رو تیم بی محتوا براتون آماده کرده. اگه از این سبک تحلیل‌ها خوشتون میاد، همین الان کانال یوتیوب و کست باکس بی محتوا رو سابسکرایب کنید تا تحلیل‌های بعدی رو از دست ندید. خب، آماده اید؟ بریم سر اصل مطلب. امروز قراره 3 تا از بزرگترین افسانه‌ها یا بهتره بگم باورهای غلطی که تو دنیای کسب و کار جا افتاده رو با هم بشکافیم. بعدش می‌بینیم که به جای این باورهای اشتباه چه چیزی واقعاً کار می‌کنه. اول از این توهم شروع می‌کنیم که ما همه چیز رو تحت کنترل داریم. بعد میریم سراغ قدرت شگفت‌انگیز داستان‌ها و در نهایت به یه بازی خیلی مهم به اسم بازی جایگاه یابی میرسیم. بسیار خوب، بریم سراغ افسانه شماره 1. این یه باوره که خیلی از مدیرا شاید ناخودآگاه باهاش زندگی میکنن. اینکه اگه ما به اندازه کافی برنامه‌ریزی کنیم، اگه استراتژی‌های دقیقی داشته باشیم، میتونیم آینده و سرنوشت شرکت رو کاملا توی دستمون بگیریم. یه جورایی انگار کاپیتان یه کشتی هستیم توی دریای آروم. اما واقعیت یه چیز دیگه است، مگه نه؟ منابع معتبری که بررسی کردیم به ما میگن دنیای کسب و کار امروز بیشتر شبیه قایقرونی توی رودخونه خروشانه، پر از اتفاقات غیرقابل پیشبینی، هم از بیرون شرکت هم از دل خود شرکت. اگه تا حالا کسب و کاری رو مدیریت کردید، احتمالاً این حس رو خوب میشناسید که انگار همیشه دارید یه بحران رو مدیریت میکنید و دائما در حال دویدن هستید. این هرج و مرج از 2 جبهه به ما حمله میکنه. از بیرون شوک‌هایی به شرکت وارد میشه که اصلاً انتظارشون رو نداریم. فکرشو بکنید، یه روز صبح از خواب پا میشید و میبینید صادرات به یک کشور ممنوع شده، یا برق و گاز صنعتی قطع شده، یا تامین کننده اصلیتون ورشکست شده. این فشار بیرونی مستقیم میریزه تو سازمان و یه هرج و مرج داخلی درست میکنه. دپارتمان‌ها از هم فاصله میگیرن، هر کسی ساز خودش رو میزنه و همه شروع میکنن به مقصر دونستن همدیگه. منابعی که بررسی کردم اسم این وضعیت رو گذاشتن دور باطل. یه چرخه بی‌نهایت از انداختن تقصیر گردن همدیگه. تیم بازاریابی میگه تیم فروش ضعیف عمل کرده. تیم فروش میگه تیم تولید محصول رو به موقع نرسونده. تیم تولید میگه تیم مالی پول قطعات رو نداده و این چرخه همینطور ادامه پیدا میکنه و هیچ کس هم مقصر نیست. نکته کلیدی اینجاست. هیچ بخشی از سازمان یه جزیره جدا نیست. کل سیستم مثل یه بدن واحده و وقتی یه جا درد میگیره همه جا حسش میکنن. خب، شاید با خودتون بگید باشه، قبول. داخل شرکت اوضاع آشفته است و کنترل کامل ممکن نیست. اما حداقل میتونیم با ارائه حقایق روشن و منطق به مشتری اونها رو قانع کنیم که محصول ما رو بخرن. یعنی با عدد و رقم و ویژگی‌های فنی بهشون ثابت کنیم که ما بهترینیم. اما آیا واقعاً اینطوره؟ اینجاست که میرسیم به افسانه دوم. این باور که حقایق آدما رو قانع میکنه. بیایید یه آزمایشی کوچیک بکنیم. یه سوال ساده که تقریباً هممون فکر میکنیم جواب درستش رو میدونیم. مهمترین وعده غذایی در طول روز چیه؟ به احتمال 99% گفتید صبحانه. درسته؟ اما جالبه بدونید این باوری که اینقدر در ذهن ما ریشه کرده یک حقیقت علمی یا پزشکی اثبات شده نیست. این یک داستان بازاریابی فوق‌العاده هوشمندانه است که در دهه 1970 توسط شرکت‌های تولید کننده غلات صبحانه ساخت و پرداخته شد. یک داستان اونقدر تکرار شد، اونقدر تو فیلم‌ها و تبلیغات نشون داده شد تا تبدیل شد به یک حقیقت محض. بذارید یه مثال دیگه بزنم. کدوم سبزی به داشتن آهن فوق‌العاده زیاد معروفه؟ همون که ملاوان زبل می‌خورد و قوی می‌شد. دقیقاً، اسفناج. اما این هم یه داستان دیگه است که از یه اشتباه خیلی ساده علمی تو سال 1870 شروع شد. یه محقق آلمانی داشت روی ترکیبات اسفناج تحقیق می‌کرد و موقع ثبت میزان آهن جای ممیز رو یه رقم اشتباه گذاشت. در نتیجه میزان آهن اسفناج 10 برابر بیشتر از چیزی که واقعاً بود ثبت شد.
این اشتباه اونقدر تو مقاله‌های علمی و بعد تو باور عمومی تکرار شد تا به یه حقیقت جهانی تبدیل شد. این مثال‌ها خیلی واضح به ما نشون میدن که ما آدما اونقدر هم که فکر می‌کنیم موجودات منطقی نیستیم. ما با داستان‌ها زندگی می‌کنیم، با داستان‌ها قانع میشیم و با داستان‌ها تصمیم می‌گیریم. خب، حالا که دیدیم داستان‌ها انقدر قدرت دارن، سوال اصلی اینه: چطور میتونیم یه داستان مؤثر و قدرتمند برای کسب و کارمون بسازیم؟ خوشبختانه منابع معتبر یه چارچوب 3 مرحله خیلی ساده و کاربردی برای این کار معرفی میکنن. اول از همه باید تعریفمون از داستان رو درست کنیم. منظور از داستان تاریخچه شرکت شما یا متنی که تو صفحه درباره مای وبسایتتون نوشتید نیست. داستان بازاریابی یک باور عمیق و بنیادینه که شما در ذهن مخاطب می‌کارید. یه جور جهانبینی. مثلا باور به اینکه تکنولوژی باید در خدمت انسان باشه و زندگی رو ساده کنه، یک جهانبینیه که شرکتی مثل اپل سالهاست داره با تمام محصولاتش این داستان رو تعریف میکنه. بسیار خوب، بریم سراغ اون 3 مرحله. مرحله اول، کشف یک جهانبینی موجوده. یعنی شما باید بگردید و باوری رو پیدا کنید که مخاطب شما از قبل بهش اعتقاد داره. مثلا این باور که محصولات طبیعی و ارگانیک برای سلامتی بهتر هستند. مرحله دوم، ساختن یک چارچوبه. شما میاین محصول یا ایده خودتون رو به اون باور قبلی مخاطب گره میزنید. یعنی باورش رو تایید میکنید و بعد میگید شامپوی ما چون طبیعیه پس برای موهای شما بهتره. و میرسیم به مرحله سوم که مهمتر از هم است: پرورش مشتریان وفادار. شما باید یه گروه کوچیک از مشتریان اولیه رو پیدا کنید که اونقدر داستان شما رو باور میکنن و عاشقش میشن که خودشون تبدیل به مبلغ شما میشن و داستان رو برای بقیه تعریف میکنن. این جمله رو ببینید، واقعاً کلیدی و مهمه. میگه در دنیای بازاریابی اون قصه گوهایی که شما خلق میکنید خیلی مهمتر از مشتریایی هستن که فقط محصول شما رو میخرن. این آدما هستن که باور شما رو تو جامعه پخش میکنن و بهش اعتبار میبخشن. هدف شما نباید فقط فروش محصول باشه، باید ایجاد یک قبیله از قصه گوها باشه. و همه اینها ما رو میرسونه به بزرگترین، رایجترین و شاید خطرناکترین افسانه دنیای کسب و کار. این باور که هر کس بهترین محصول رو داشته باشه، بزرگترین کارخونه رو داشته باشه یا بیشترین سرمایه رو داشته باشه، آخر بازی برنده میشه. این اسلاید یه تغییر پارادایم خیلی اساسی رو نشون میده. نگاه قدیمی یا منبع محور میگه مزیت رقابتی شما از چیزایی میاد که دارید، مثل کارخونه، پول، تکنولوژی. اما نگاه جدید یا جایگاه محور میگه نه، مزیت واقعی شما از فضای میاد که در ذهن مشتری صاحب اون هستید. یعنی دیگه مهم نیست چی دارید. مهم مشتری وقتی به یه نیاز یا مشکل خاص فکر میکنه، اولین اسمی که به ذهنش میاد اسم شما باشه. این نگاه جدید توضیح میده که چطور خیلی وقتا محصولاتی که از نظر فنی بهترین نیستن بازار رو میبرن. بحثی دیگه سر کیفیت مطلق نیست، سر تصاحب یه جایگاه مشخص ذهنیه. برای همینه که مثلا یه برند سیمان با کیفیت متوسط بازار خیلی پرسود خرده فروشی و کارهای کوچیک ساختمانی رو کاملا در اختیار میگیره. یا یه فست فود با موارد اولیه نچندان با کیفیت همیشه صف داره چون جایگاه غذای سریع، حجیم و ارزون رو مال خودش کرده. یا یه جراح که با قبول نکردن عملهای خیلی پر ریسک جایگاه جراح بدون شکست و مطمئن ترین گزینه رو به دست میاره. خب، حالا همه این بحث‌ها در یک مفهوم کلیدی به اسم جایگاه یابی یا به قول خارجی‌ها پوزیشنینگ خلاصه میشه. این اصل ماجراست. ببینید، جایگاه یابی یعنی تصاحب املاک و مستقلات در ذهن مشتری. یعنی کاری کنید که وقتی مشتری توی یه موقعیت خاص قرار میگیره یا یه نیاز خاص داره، برند شما اولین و شاید حتی تنها برندی باشه که به ذهنش میرسه. وقتی به ایمنی تو ماشین فکر میکنید، یاد ولوو میافتید. وقتی به جستجو فکر میکنید، یاد گوگل میافتید. این یعنی جایگاه یابی. این جمله به نظرم باید سر هر شرکتی نصب بشه. هدف این نیست که بهترین باشید. هدف اینه که برای کاری که انجام میدید تنها گزینه باشید. یعنی یه دسته‌بندی جدید برای خودتون خلق کنید که توش رقیبی ندارید. پس در نهایت این سوال اصلیه که باید از خودتون و تیمتون بپرسید. این سوال رو با خودتون به خونه ببرید.
برند شما واقعاً صاحب کدوم فضای ذهنیه؟ صاحب کدوم لحظه خاص از زندگی مشتریه؟ صاحب کدوم احساس منحصر به فرده؟ دیگه از خودتون نپرسید که آیا ما بهترین هستیم یا نه. بپرسید آیا ما برای یک گروه خاص از آدم‌ها در یک لحظه خاص تنها راه حل موجود هستیم؟ این جایگاه ذهنی، این فضای اختصاصی در ذهن مشتری کلید موفقیت پایدار شماست. خیلی ممنونم که تا اینجای بحث همراه ما بودید. امیدوارم این تحلیل براتون مفید بوده باشه. برای اینکه تحلیل‌های عمیق‌تری از این ایده‌های کلیدی ببینید، فراموش نکنید که حتما کانالای بی محتوا رو در یوتیوب و کست باکس دنبال کنید. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.